ما میخوایم بریم چیزی بازارچه میخوایم بریم از کدوم ور باید بریم؟ از اون ور؟ از اون ور. چکر حاجی هم مخلصیم. پارت 1 رو با فردوسی شروع کردیم، پارت 2 رو با حاجی. حاجی کیه؟ حاجی محمد صادق فاتح یزدی. گفت از اون ور باید بریم اون ور ببینیم اون ور چه خبر. اینجایی که الان داریم میریم اسمش ساباته. حالا شاید بپرسی سابات یعنی چی؟ سابات یه گذرگاهی بوده، یه مسیری، یا به قول خودمون یه حالت خیابون طوری بوده که یه مسیری رو سرپوشیده میکنن واسه رد شدن آدما. یه حالت خیابون آبر پیاده درست کردن در اصل. به طور کلی هر جایی که برای آسایش یا استراحت افراد و مردم ساخته می‌شده بهش میگفتن سابات. سابات‌ها میتونن آرامشگاه یا مسیرهایی برای آرامش و آسایش مردم ساخته شده باشن، چه در داخل شهر چه در بین شهرها. یه چیزی پیدا کردم. پله رو می‌ریم بالا ببینیم به کجا میرسه. کل ایران زیر پات الان. چون اینجا ایران رو کوچک به حساب اینا که می‌بینی این سوراخ‌ها. یه بار دیگه توشو بگیر. حکم لامپو داشته. در طی روز که حالا نور کم بوده چون سقف داشته، برای اینکه از لامپ استفاده نکنن یا حالا شمع بوده هر چیزی که بوده تو اون زمان، اومدن این سوراخ‌ها رو ایجاد کردن که نور خورشید بره اون تو و اون تو رو روشن کنه. همون مسیری که الان ازش اومدیم، همون. اونم حاجی که به ما آدرس داد. آره، حاجی به ما آدرس داد، گفت بیاید اینجا. در کل الان ایران زیر پاته مشتی. الان ایران زیر پاته. همه چیزته. دست داده. یکی از چیزهایی که شهرهای اسلامی رو از بقیه شهرها متمایز میکنه داشتن بازارچه‌هایی در وسط شهر. این بازارچه دارای حجره‌هایی است که از ترکیب معماری ایرانی و باقی درون آن استفاده شده است. برای تزیین و ساخت این حجره‌ها از آجرچینی قدیمی معماری ایرانی و کاشیکاری ایرانی استفاده می‌شد. عناصر ساخت بازارچه میتوان به چهارتاق، آبراه، حوض و فواره اشاره کرد. مسجد جامع فهرج. بفهم. مسجد جامع فهرج در 30 کیلومتری یزد بنا شد. به طرز عجیبی این مسجد بنای قبل از اسلام و بعد از اسلام ایران رو به چالش کشیده و در هم تنیده و یک همچین چیزی رو خلق کرد. از عناصر این مسجد میشه به صحن، فرشندات، دیواره قبله، صفحه‌های نماز انفرادی، منار ورودی و در و پنجره اشاره کرد. میدونی یاد چی افتادم؟ اونجایی که مختار رو کشتن آخرش افتاد آب. چیز قسمت آخر مختار بود. دقیقا همیشه تو مسجد دیگه. مسجد جامع چی بود اسمش؟ فهرج؟ مسجد جامع فهرج نیست اینجا. اینجا مسجد کوفه است. لکی میگم بابا. گولت زدم آوردم اینجا فقط ویو بگیرم. فقط واسه ویو و واتچ‌تایم من اومدم. بگم در اصل مسجد کوفه است. زیستگاه تالابی خوزستان شامل بریکه تالابی و سازه‌های بومی کپری است. سازه‌های کپری رو توی قسمت قبلی براتون توضیح دادم. زیستگاه‌های تالابی یک سیستم زیست محیطی متشکل از تالاب‌های شیرین و شور و زیستگاه انواع موجوداتیه که توی این تالاب‌ها زندگی می‌کنن. اینجا صحنه اجرای تئاتر. حالا تئاتر هر چیزی که هست صدا اکو میشه. مدل صدا جوریه که پخش بشه و همه بتونن بشنون. حالا چجوری همچین مکانیزمی رو طراحی کردن من نمیدونم. توی ایران معمولا جایی که میخوان اجرا برن صحنه و تئاتر رو علل خصوص تعزیه خانی که از قدیم مال ایران بوده یه همچین صحنه هایی داشته که الان دارید نگاه میکنید. اونم مثلا قسمت ورودی خروجی بازیگراست که میتونن برن داخل لباس حالا میخوان عوض کنن یا هر چیزی برن بیان. الان اینجا داشتتون اومده تئاتر بازی کنه. یه آی شب است. بس است. آره خلاصه. اینم یه چیزی بود که خوراک ما هنریاست دیگه. صحنه تئاتر و موزیک و فلان. بعد این وسط که وایسی تازه میفهمی داستان چیه. صدا قشنگ میپیچه. یعنی کل دور تا دور صدا رو میشنن. اینم بریم بعد اینجا هم زیستگاه عشایر ترکمنه. از این کلاها هم به ما دادن واسه ویدیو استفاده کنیم. این جاییه که عشایر زندگی میکنن. توش یه دقیقه بگی چه جای باحال و
زندگی خاکی دقیقاً به این میگن. حالا وسیله توش هست ولی زندگی خاکی دقیقاً به این میگن. این فرشه رو هم بگیریم برو دست‌بافت رو فکر کنم خیلی خفن. چه ایران، نقشه ایران. اینجا اومدی اینجا اومدی توی زیستگاه عشایر ترکمن، میتونید از این آثار باستانی‌ها و اینجور چیزا تهیه کنید بخرید به عنوان یادگاری و یک نمادی از ایران و عشایر ترکمنمون یا هر نماد دیگه ای از هر جای نقطه ایران رو میتونید پیش خودتون به عنوان یادگاری داشته باشید. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها هستن. این هم کارتشونن، پیج اینستاگرامشون هم دوست داشتید میتونید فالو کنید. بریم بقیه جاها رو هم ببینیم چه شکلیه. ولی خدایی نگاه کن مثلا اینو من تا حالا هیچ جا ندیده بودم داشته باشه. یه چیز خیلی قدریه اصلا. میگه که الا یا ایها الساقی عدل کاسم منافع که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. آره به سعدی تکست دادم نمیرسه شعرات به منو گنگ. اینم برید به همه بگید فوراً تب شعر و شاعری و اینجور چیزا بلده و میتونه سعدی بخونه و از اینجور داستان. همین الان سرچ کردم از اون خوندم حفظ بودم قبل همین الان یاد گرفتم. معروف ترین شعر سعدیه، یعنی یه بچه انقدی بلده دیگه. عرضم به خدمت که مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. پارت 1 این ویدیو رو حتما نگاه کنید، خیلی نکات آموزنده، جذاب و اینجور چیزا رو واسهتون گذاشتم. پارت 1 الان اینجا میاد، موزیکا اینجا میاد یا بلکس. آره میاد دیگه بالاخره. کانال یوتیوب هم میتونید سابسکرایب کنید، اینجا میاد. و خلاصه که مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگه کانال یوتیوب هر چه سریعتر مانیتایز شه، درآمدش خوب باشه، به جای اینکه بیایم یه همچین جایی میریم تو شهرهای مختلف ویدیوهاشو براتون میگیم. یه دفعه بلند میشیم میریم یزد، میریم نمیدونم اصفهان، شیراز، کیش و ما اشغال میکنیم، شما هم اطلاعات کسب کنید راجعش. دوستتون دارم زیاد. فعلا خداحافظ.